بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اسکای نیوز عربی به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بمب‌افکن‌های B-1 ارتش آمریکا راهی خاورمیانه شدند. همزمان وال استریت ژورنال گفته بر اساس طرح پنتاگون انتظار میره ایالات متحده به زودی به منافع ایران در سوریه و عراق حمله کنه. یک مقام آمریکایی تایید کرده ارتش این کشور پایگاهش رو در اردن که توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت تقویت کرده، چرا که در حال آماده شدن برای پاسخ گسترده به این حمله است. در همین حال سناتور بن کاردین رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت دولت بایدن قبل از عملیات نظامی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی باید از کنگره کسب اجازه کنه. تا به حال چندین سناتور و نماینده مجلس خواهان کسب اجازه دولت بایدن قبل از هر گونه عملیات نظامی شدند. کاخ سفید میگه از لحاظ قانونی برای حفاظت از ارتش آمریکا اختیارات ویژه داره. آقای کاردین به جویش اینسایدر گفته